موتر زیاد از زیر یک تایر موتر میکنیم بر هیچ باز مجبوریم. دخترم سنم کرد گفت مادر جان مرا درد نکشت خدا نکشت برای تو بیکشی مرا زندگی رو تو ده. این دکان از شما شد. خاله جان شکر شما خوب هستی؟ زنده باشی. بچه تارون جان هست؟ جان هارون هست. خب قبلا اینا در کدام قصابی گفتین شاگردی میکرد؟ در قصابی در برج برق کار میکرد 50 روپیه میدادش در روزه. روز 50 وانی. این دکان است مواد خوراکی است. البته خوراک فروشی قسم که میبینین آرد و روغن و چای بوره نخود وسایل دیگه است. انشالله ای بچک اگر شما راضی باشین من حیث شاگرد ما رو بر شما تسلیم میکنیم که ماهانه یک چیز مام فروش کنیم و به اینام روزانه 100 افغانی بتیم. درست است؟ صحیح دیگه چیزی که رضای الله باشه ما خوش هستیم. خب نامک خودت چی بود آرش؟ نام آرش. آرش جان این دکان که بیادره که تو هم کمک میکنی؟ با تو هم روز 20 روپیه بدیم بسیار؟ صحیح. ما یک کوشش دیگه داشتم که این دکان از خود ما میبود. یعنی دکان از شما بیده خوش میشدی؟ زیاد کم؟ زیاد. خب خودت خوش میشدی؟ خوش میشدم. چرا خال جان گریه داری؟ بگریان بیدارم که از احتیاجی بردم شهیدی اولادم خلاص شد دیگه تا که از بزرگ برده باشه بچه یک نه خال جان خدا مهربان است که بته دستکته. این دکان از شما شد. خوش شدی؟ خوش شدم. این دکان از شما شد. زنده باشه خیر. گریه نکو خاله جان، نکو گریه خاله جان. این دکان انشالله از آرش جان برادر شارون جان دوستان عزیز ما به اینا تسلیم میکنیم. امیدوار هستم که اینا مشکلات زندگی خودن رو حل کنن و در ضمنش تعهد میکنن هم آرون جان هم آرش عزیز که مکتب هم میرن درس هم میخوانن و ما در کنارشان هستیم سختی های زندگی رو یک جای با اینا انشالله حل میکنیم مشکلاتش. خوش شدی آرش عزیز؟ مکتب خو میخوانی؟ داینده چی میخوای شوی؟ داینده میخوایم یک نطاق شوم. ماشاءالله میخوای نطاق شو. و خودت چی کارا میخوای شوی؟ ماما نطاق شو. یا میخوای نطاق شو. خدا مشکلات شما را اینجاست شما مشکلات شما را حل کنه. این دکان تسلیم شما میشه انشالله ما در کنارتان هستیم. امیدوار هستم که از یک چیز عاید شوه برتان و دیگه آرون جان و آرش جان اینا کارای شاخه نکنن. زنده باشه خیر. موفق سر خدا شما را اجر بده. زنده باشین. لینک ها مشاهده میکنین انشالله خانواده‌های دیگه است ما کوشش میکنیم تجارت‌های خرد و کوچک برا پرتیم که اینا مشکلشان دائمی حل شوه.